با سلام خدمت دوستان عزیز، با آموزش مبانی اطفاء حریق در خدمت شما عزیزان هستیم. تو این ویدیو هدفمون آشنایی با مبانی اطفاء حریق و تعریف و اصطلاحات رایج در این زمینه و آموزش استفاده صحیح از کپسول‌های اطفاء حریق می باشد. اصطلاحات رایج در این زمینه: تعریف اولمون تعریف حریق یا آتش هستش. آتش شامل یک سری فعالات شیمیایی که تولید حرارت، نور و دود و گازهای سمی می نماید. تعریف بعدیمون هرم آتش هستش. هرگاه 4 عامل اکسیژن، حرارت، ماده سوختنی و واکنش های زنجیره‌ای تحت شرایط مطلوب با یکدیگر ترکیب بشن، حریق ایجاد میشه. این 4 عامل با هم هرم آتش رو تشکیل میدن. روش های اطفاء حریق: هرگاه بتونیم یک یا دو تا از عوامل ایجاد حریق رو حذف کنیم، میتونیم آتیشمون رو خاموش کنیم و مثلا با حذف ماده سوختنی یا جداسازی میتونیم از پیشرفت حریق جلوگیری کنیم. و روش بعدیمون حذف اکسیژن هستش یا اصطلاحاً بهش میگیم خفه کردن. عامل بعدی حذف حرارت یا خنک کردن هستش و عامل بعدی برهم زدن واکنش های زنجیره‌ای یا کنترل واکنش های زنجیره‌ای. میتونیم جلوی پیشرفت حریق رو بگیریم. در ادامه روش های اطفاء حریق نمونه هایی در این زمینه براتون به نمایش میذاریم. تو این ویدیو مشاهده میکنید که یک زمین کشاورزی در حال آتش سوزیه که با یک تراکتور و انجام عملیات شخم زدن از پیشرفت حریق جلوگیری میکنه و عملا با جداسازی ماده سوختنی جلوی پیشرفت حریق رو میگیریم. دوستان عزیز، مثال بعدی که در این زمینه داریم روش حذف حرارت یا خنک کردن هستش. در ادامه مشاهده میکنید که همکارای آتش نشان با استفاده از آب و خنک کردن روش اطفاء حریق رو انجام میدن. نکته مهم: استفاده از آب فقط برای حریق‌های گروه A که در ادامه این ویدیو توضیح خواهیم داد استفاده میشه. برای مایعات قابل اشتعال مانند بنزین، چربی‌ها، روغن‌های خوراکی، وسایل برقی و فلزات قابل اشتعال مانند سدیم و پتاسیم نباید از آب استفاده کرد. دوستان عزیز، در ادامه نمونه از روش حذف اکسیژن یا خفه کردن رو توضیح خواهیم داد. برای مثال فرض کنید تو یک آشپزخونه زمانی که یک قابلمه آتش میگیره، با گذاشتن درب قابلمه میتونیم آتش رو خاموش کنیم. تو این ویدیو مشاهده میکنید که همکارای آتش نشانمون با استفاده از خفه کردن و حذف اکسیژن خودرویی که دچار حریق شده رو خاموش میکنن. دوستان عزیز، نمونه برهم زدن واکنش های زنجیره‌ای: برای کنترل واکنش های زنجیره‌ای میتونیم از ترکیبات مثل هالن جایگزین کردن آنها و نیز برخی از ترکیبات جامد مثل جوش شیرین استفاده کنیم. منتها این عملیات هزینه وره و اجرای اون یه مقدار مشکل تر خواهد بود و بیشتر برای موادی که ارزش مالی زیادی دارن استفاده میشه. طبقه بندی انواع حریق: در طبقه بندی انواع حریق ما دو تا طبقه بندی مختلف داریم طبق استاندارد اروپایی یا انگلیس هستش و طبقه بندی بعدیمون طبق استاندارد سازمان حفاظت حریق آمریکا یا NFPA هستش. طبقه بندی استاندارد اروپایی یا انگلیس: گروه A جامدات قابل اشتعال، گروه B مایعات قابل اشتعال، گروه C گازهای قابل اشتعال، گروه D وسایل الکتریکی، گروه E فلزات قابل اشتعال و گروه F چربی‌ها و روغن‌های خوراکی هستش. تو ایران ما بیشتر از استاندارد اروپایی یا استاندارد انگلیسی استفاده می‌کنیم و استاندارد سازمان حفاظت حریق آمریکا یا NFPA 5 گروه مختلف داریم، شامل گروه A جامدات قابل اشتعال، گروه B مایعات و گازهای قابل اشتعال
گروه C وسایل الکتریکی، گروه D فلزات قابل اشتعال و گروه K چربی‌ها و روغن‌های خوراکی هستش. و میریم ادامه توضیحاتی که داریم. طبق طبقه بندی استاندارد اروپا کلاس‌های مختلف رو براتون توضیح میدیم. طبقه بندی انواع حریق بر اساس استاندارد اروپا یا انگلیس. کلاس A. کلاس A مانند چوب، کاغذ، پارچه و پلاستیک هستش. مشخصه اصلی این مواد اینه که پس از سوختن خود تولید خاکستر میکنن و مناسبترین روش مقابله با این مواد خنک کردن هستش و بهترین خاموش کننده ای که میتونیم برای این مواد استفاده کنیم استفاده از آب هستش. دوستان عزیز، کلاس بعدی که داریم مایعات قابل اشتعال هستش مانند بنزین، گازوئیل، تینر و نفت. مناسب ترین روش مقابله با این گونه مواد خفه کردن و جداسازی هستش و بهترین خاموش کننده برای این گروه استفاده از فوم هستش یا در نبود فوم میتونیم از پودر خشک شیمیایی استفاده کنیم. دوستان عزیز، به هیچ عنوان برای خاموش کردن این گونه مواد از آب استفاده نباید کنیم. کلاس بعدی که داریم کلاس C گازهای قابل اشتعال مانند بوتان، پروپان و غیره هستش و مناسب ترین روش مقابله با این گروه جداسازی هستش. بهترین خاموش کننده این گروه هم پودر خشک شیمیایی هستش. میریم سراغ کلاس D فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم، لیتیوم، سدیم و پتاسیم که مناسب ترین روش مقابله با این مواد خفه کردن هستش و بهترین خاموش کننده ای که میتونیم برای این مواد استفاده کنیم استفاده از پودر خشک شیمیایی 100% هستش. برای این گروه از آب نباید استفاده کنیم. طبقه بندی انواع حریق کلاس ای وسایل الکتریکی مانند کامپیوتر، رادیو، تلویزیون، گرمکن برقی وسایل الکتریکی. مناسب ترین روش مقابله خفه کردن مناسب ترین خاموش کننده گاز CO2 می باشد. دوستان عزیز توجه داشته باشید برای خاموش کردن این گونه تجهیزات از آب نباید استفاده کرد. کلاس F چربی ها و روغن های خوراکی آتش سوزی های ناشی از سوختن روغن های خوراکی که بیشتر در آشپزخانه ها، رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرند. مناسب ترین روش مقابله خفه کردن مناسب ترین خاموش کننده پودر شیمیایی مرطوب می باشد. دوستان عزیز توجه داشته باشید برای خاموش کردن این گونه حریق‌ها از آب نباید استفاده کرد. انواع کپسول آتش نشانی، آب و گاز، پودر و گاز، شیمیایی مرطوب، فوم و گاز CO2. کپسول‌های آتش نشانی آب و گاز از جمله خاموش کننده‌های پرکاربرد در منازل و محیط کار هستند. این خاموش کننده‌ها جهت خاموش کردن چوب و گاز استفاده میشه و شامل یک کپسول محتوای آب و عامل خارج کننده که معمولا گاز نیتروژن هستش و با فشار به درون کپسول تزریق شده استفاده میشه. در آتش سوزی جامدات این خاموش کننده بهترین انتخاب هستش. کپسول آتش نشانی پودر گاز کپسول آتش نشانی پودر و گاز از جمله خاموش کننده های پرکاربرد در ایمنی منازل و محیط کار هستش که بیشتر جهت خاموش کردن مایعات و گازهای قابل اشتعال استفاده میشه و ظاهری شبیه به کپسول آتش نشانی آب و گاز داره. کپسول آتش نشانی شیمیایی مرطوب این خاموش کننده ها بیشتر در آشپزخانه ها کاربرد دارند. از این کپسول جهت خاموش کردن روغن های خوراکی استفاده می شود. کپسول آتش نشانی فوم این کپسول جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال استفاده میشه. برای اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال از کف یا فوم آتش نشانی استفاده میکنیم که همانند پتوی سطح حریق رو میپوشونه و از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری میکنه. اصطلاحاً از همون روش خفه کردن استفاده میکنه. کپسول آتش نشانی CO2 گاز دی اکسید کربن غیر قابل احتراق، بیبو، غیر سمی، با چگالی سنگین‌تر از هوا و هادی الکتریسیته نمی باشد. مکانیزم عمل آن هنگام حریق به 3 صورت است. ابتدا با تشکیل یک لایه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا آتش را خفه میکنه. سپس اکسیژن هوای اطراف حریق رو کاهش میده
و در نهایت آتش را سرد میکنه. این کپسول برای حریق‌های الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیره. اقدامات ضروری هنگام وقوع آتش سوزی. در زمان وقوع آتش سوزی خارج کردن هر کسی که در معرض حریق هستش خیلی اهمیت داره. در این زمینه اولویت ما خارج کردن افرادی هستش که توانایی جسمی پایینی دارن، مانند کودکان، افراد سالمند و افراد معلول هستش که توانایی خروج ندارن و بعد کمکشون کنیم و نیاز به کمک بیشتر دارن. اقدام بعدی که باید انجام بدیم نزدیکترین آژیر خطر رو به صدا در بیاریم و با شماره تلفن 125 تماس بگیریم و آدرس محل رو اعلام کنیم. و اقدام بعدی محدود ساختن محیط حریق هستش که میتونیم با بستن درب‌ها یا جداسازی این اقدام رو انجام بدیم. در صورتی که حریق‌های کوچیکی داشته باشیم میتونیم و بتونیم با کپسول‌های اطفاء حریق جلوی اون رو بگیریم، میتونیم اقدام به خاموش کردن حریق کنیم. و در صورتی که توانایی این کار نداشته باشیم بهترین حالت اینه که محیط رو سریع ترک کنیم و منتظر بمونیم تا تیم آتش نشانی وارد عمل بشه. آنچه که ما باید قبل از وقوع آتش سوزی بدونیم اینه که همیشه در محیط کارمون محل نزدیکترین خاموش کننده ها و کلیدهای اعلام حریق رو بدونیم و محل دقیق وقوع حادثه رو بتونیم آدرس هاشون رو، نشونه ساختمون و شماره اتاق و غیره رو داشته باشیم و محل دقیق وقوع حادثه رو بتونیم توضیح بدیم. مسیرهای خروج اضطراری و محل تجمع ایمن در محیط کارمون رو بلد باشیم و بتونیم در صورت وقوع حادثه سریعا در این محیط ها تجمع کنیم. نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی. دوستان عزیز، در زمان استفاده از خاموش کننده های دستی حتما باید خونسردی خودتون رو حفظ کنید و طبق تصویری که مشاهده میکنید اقدام به خروج ضامن مخصوص کپسول آتش نشانی کنیم. پشت به باد و بن آتش رو هدف میگیریم. اقدام بعدی که انجام میدیم اهرم کپسول آتش نشانی رو فشار میدیم و خیلی مهمه که تا پایان خاموش کردن آتش حتما این اهرم رو نگه دارید و به هیچ عنوان این اهرم رو رها نکنید تا بتونیم به بهترین شکل ممکن حریق رو خاموش کنیم. در فاصله مناسب قرار گرفته و به صورت جارویی آتش رو خاموش میکنیم. با تشکر از همراهی و شکیبایی شما دوستان عزیز. خدا یار و نگهدارتان.